هنوز بندر عباس گرمای خودشو داره. اینجا رستوران کباب دایی. این سفره برای ما چیدن در ورود ما در بندر عباس. حالا رسیدیم به اصل ماجرا. یا خدا یا خرچنگا آبی بودن. آره. این الان خرچنگ این دوتا خرچنگ، این وسط لابستر. لابستر. من یه دونه از این خرچنگایی که اون سری در برنامه بندر عباس نتونستم زنده شو دستم بگیرم، الان دستم میگیرم بدون که بترسم و بخوام ازش گرفت نامرسر. یک غذای دریایی فوق العاده. ببینید چه میکنه. این لبشو نگاه کن، این چشاشو، این پاهاشو و این شاخکاشو و این ورشو به شما نشون میدم که لابستر با شما چی میگه. این لابستر رو شما از نزدیک ببینید که چه میکنه این لابستر. که پاره شد تا اینو بتونم وا کنم. چه لابستر میل کنم وا کنم. حاله بسیار خوشمزه، عالی عالی. delicious.